نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حال در سوره الحاقه ما میخوانیم خدای عزوجل برای این مشرکان هم تخویف بیان میفرماید دنیوی، 5 نمونه به صورت کوتاه به صورت گذرا الله بیان میفرماید. 5 نمونه از عذاب دنیا بیان میفرماید و هم تخویف اخروی، نمونه از عذاب آخرت. معنیش اینه که ای مشرکین اگر شما ادامه دادید شما با این احوال مواجه میشید. اما ابتدا الله عزوجل سوره را آغاز میفرماید با ذکر قیامت. یکی نام از نامهای قیامت الحاقه. حاقه یعنی اون خبری که حق است، راست است، واقعی است، دروغ نیست. الحاقه. ما الحاقه و ما ادراک ما الحاقه. این استفهام تحویلیه است. تحویلیه میگویند یعنی استفهامی که هول ایجاد میکند، وحشت ایجاد میکند. الله میفرماید الحاقه. ما الحاقه. چی هست الحاقه؟ گوشها را باز کن. معنیش اینه خداوند عزوجل زود جواب نمیده تا ماها گوشهایمون را باز کنیم. این چی شد؟ چیه؟ و ما ادراک ما الحاقه. خبر داری چی هست الحاقه؟ حاقه میدونی چی هست؟ الله جلوتر میگه حاقه چیه. اما قبل از اون تخویف دنیوی، اونهایی که حاقه را تکذیب کردند، اونهایی که قیامت را تکذیب کردند به چه سرنوشت بدی گرفتار شدند. کذبت ثمود و عاد بالقارعه. 2 تا نمونه اینجا هستند، یکی ثمود یکی عاد. گرچه عاد از نظر تاریخ قبل از ثمود بوده، اما به خاطر وزن و سجع کلام یا حکمت های دیگری که الله بهتر میداند ثمود را مقدم کرد. نوح از همه اینها قبل جلوتر بوده، اما در آخر ذکر نوح می آید. لذا الله می فرماید نمونه اول ثمود، نمونه دوم عاد. این اقوام تکذیب کردند قارعه را. الان نام دیگر حق قارعه هست. قیامت چندین نام داره. قارعه معنیش چیه؟ صدای درهم کوبنده. وقتی که قیامت بیاید با چنان صدایی آغاز میشه که اون صدا بعضی گفتن سور اسرافیل است، که سور اسرافیل آغازگر قیامت هست که گوشخراش است، جگرها را پاره می کند، همه چیز را در هم می کوبد. الله می فرماید کذبت ثمود و عاد بالقارعه. قوم ثمود، قوم عاد تکذیب کردند قارعه را. نتیجه تکذیب چی شد؟ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه. اما ثمود هلاک شد با طاغیه. طاغیه الصوت الشدید، صدای مهیب، صدای جگر پارکن، صدای گوشخراش، صدای صیحه جبرائیل بود
که جیغی کشید، فریادی زد، اینها در دم جان دادند و کشته شدند. و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیه. الله می فرماید اما قوم عاد هلاک شدند با طوفانی که سرسر میگن بادی که یخبندان باشد، خیلی سرد باشد. عاتیه به اون بادی میگن سرکش که خیلی سرعتش بالا باشد. گاهی بادها هستن سرعتشون بالاتر از 100 کیلومتر 200 کیلومتر، چقدر ویرانی درست میکنن. اون از اینها بیشتر، اونطوری که قرآن تعریف میکند، بسیار شدید، بسیار تند میوزید. سخرها علیهم، برای 1 ساعت و 2 ساعت نبود، 1 روز باد میاد تمام شهر را خراب میکنه. الله می فرماید مسخر کرد این باد را، این طوفان را الله بر آنها 7 لیال 7 شب و 8 ایام و 8 روز، 7 شب و 8 روز پیاپی، حسوما به معنی پیاپی. حسوم بعضی گفتم متواتر پیاپی، بعضی گفتم حسوم یعنی شوم، فی ایام النحسات در جای دیگه میخوانیم. بادی بود که شوم بود، یعنی در حق اونها شوم بود، در حق اونها نحس بود. فتر القوم فیها صرعا، الله می فرماید می دیدی قوم را، می دیدی انسان های تنومند و نیرومند قوم عاد را که صرعا جنازه هایشان افتاده بود روی زمین، کأنهم اعجاز نخل خاویه، اونها مثل این بودن گویا اونها تنهای درخت خرما هست که خاویه، از تو خالی شده و خراب شده. یک درختی که پوسیده بشه، تهش خالی بشه. این جنازه ها اینا انسان های نیرومندی بودن. الله عزوجل در سوره فجر از اینها تعریف میکند التي لم یخلق مثلها فی البلاد، مثل اینها در شهرها آفریده نشده، از بس که اینها قداور بودن، نیرومند بودن. لذا معلوم میشه که قدشون به اندازه نخل خرما بود، هر یکی 10 متر و 15 متر قد داشت. الله می فرماید مثل درخت خرما افتاده بودن. فهل ترى لهم من باقیه، ای مخاطب امروز از اونها اثری میبینی؟ من باقیه، کسی هست من نفس باقیه، صفت نفس مقدره، هیچ کسی که از اون نسل باقی مانده باشه میبینی؟ پس نمیبینی، عبرت بگیر. اینطور انسانهایی هم بودن، خدای قهار اینها را نیست و نابود کرد. این 2 تا نمونه سوم، همه این نمونه ها برای قریشی ها بیان میشه. ای قریش شما ادامه بدید، نتیجه شما هم همین میشه. و جاء فرعون و من قبله، این نمونه سوم. فرعون آمد و من قبله، کسانی که قبل از فرعون آمدند، قبل از فرعون بودن اونها آمدند. نمونه 4 والمؤتفکات، مؤتفکات یعنی روستاهای سرنگون شده، منظور قوم لوط است. یعنی قوم لوط که اینها هم جنسگرا بودند، هم جنس باز بودند، این بدبختی و این جنایت را داشتند. الله می فرماید جاء فرعون والمؤتفکات بالخاطئه، یعنی انجام دادن خطا را. طلاب میدونن که جاء وقتی که با متعدی بشه فعل لازم هست، اما با که متعدی بشه به معنای آمدن نمیشه، به معنای آوردن میشه. آوردند خطا، یعنی مرتکب خطا شدند. جاء بالخاطئه، چه کسانی مرتکب این خطاها و گناهها و سرکشیها شدند؟ قوم فرعون، قوم لوط. اما الله عزوجل می فرماید اونها هم عذاب خودشون را دیدن. ما خواندیم در قرآن فرعون چطور غرق شد، اینجا هم الله اشاره کرده. و اونهایی که روستاهایشون سرنگون شدن چطور سرنگون شدند. این 4 نمونه. نمونه 5،
انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه. ای انسان های موجود، ای مخاطبین قرآن، ای مردم مکه، وقتی که آب طغیان کرد، آب بالا زد، آیه ماند فعصوا رسول ربهم، بله اینها نافرمانی کردند رسول ربشان را، مؤتفکات لوط علیه السلام را نافرمانی کردند، فرعون و ملأ فرعون موسی و هارون را نافرمانی کردند. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیه. اینها وقتی که رسول رب را نافرمانی کردند، آنها را گرفت، آنها را مؤاخذه کرد. اخذة رابیه، مؤاخذه بالایی. رابیه یعنی اونی که از حد بگذرد، یعنی هر چی که جای دیگه عذاب سراغ داری، این از اونم بالاتر. هر چی که گرفت و مؤاخذه سراغ داری مال اینها از اونم شدیدتر. معنی رابیه این است، بالاتر. خب پنجمی الله عزوجل می فرماید پنجمین حادثه اون حادثه ای هست که ما شما را و نسل شما را از اون حادثه نجات دادیم. چون که وقتی که طوفان نوح آمد، بنابر قول درست همه انسان ها، مختصر بودن اون زمان انسان ها، زیاد هم نبودن، همه انسان ها نابود شدند. طوفان سراسری بود، فقط اونهایی ماندند که با نوح تو اون کشتی سوار شدند و نسل همونها، و بعضی معتقد حتی نسل اونها هم دوام نیافت، فقط نسل حضرت نوح علیه السلام دوام یافت. ابوالبشر دوم به نوح میگن به همین خاطر. لذا الله میفرماید این نمونه پنجم، اینا همه قیامت را منکر بودند، همه توحید را منکر بودند، انبیا را منکر بودند. این سه تا اصل که برای نجات لازمند. انا لما طغى الماء، همانا ما زمانی که بالا زد آب، حملناکم فی الجاریه، ما شما را در اون کشتی سوار کردیم. اون کشتی که کشتی نجات بود، اون کشتی که الله پیامبر خودش را حضرت نوح را در اون کشتی قرار داد. شما هم جز نجات شوندگان بودید، لذا عبرت بگیرید. بقیه انسان ها همه نابود شدن. لنجعلها لکم تذکره، تا که قرار بدهیم این واقعه را، این قصه را برای شما عبرتی. و تعیها اذن واعیه، این را حفظ کند چشم، گوش های حفاظت کننده، یعنی تا اینکه این جریان را، این داستان را گوش های حافظ حفظ کند. اون گوش هایی که واقعا نکات را میگیرد، اون گوش هایی که پند و اندرزها را خوب گوش میکند، برای اونها این عبرتی میشه، نه برای هر کسی. خب این 5 نمونه از عذاب در دنیا بود. الله میفرماید هر کسی که در مقابل اهل حق، هر کسی که منکر قیامت بشه، منکر رسالت بشه، منکر توحید بشه، این شرایطش در دنیا خواهد بود، بدترین عذاب برش میاد. در آخرت چی؟ عرض کردم تو این سوره هم عذاب دنیا هست و هم عذاب آخرت. فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده، این مرحله اول آخرت است، تخویف اخروی. زمانی که دمیده میشه در سور، نفخة واحده، یک دمی، یک بار فقط اسرافیل سورش را میزنن. مراد از این بنویسه نفخه اولا، این نفخه دوم نیست، نفخه اولا هست. این جایی هست که دنیا به ناز تمام بشه. و حملت الارض والجبال، چنان لرزشی، چنان جنبشی، چنان زلزله ایجاد میشه که حمل میشه زمین و کوها، اینا بالا و پایین میان، به هم دیگه برخورد میکنن کوها و زمین. فدکتا دکتا واحده، اینها یک بار با هم دیگه برخورد میکنن و تمام پودر میشن کوها، زمین صاف میشه. تو زمین حتی کجی کوجی نمیبینی.
لذا الله می فرماید فیومئذ وقعت الواقعه، در اون روز اون حادثه و اون واقعه و اون الحاقه که الله بیان فرمود، اون حادثه اتفاق میفته. در اون روز قیامت برپا میشه. وانشقت السماء، آسمان شکافته میشه، آسمان تکه پاره میشه. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، آسمان تکه تکه میشه، تکه پاره میشه. فهی یومئذ واهیه. الله الان در جای جای قرآن از سخت بودن آسمان تعریف میکنه، خیلی محکم است. اما این آسمان در اون روز از بس که هیبت است، از بس که وحشت است، فهی یومئذ واهیه، این آسمان در اون روز سست میشه. والملك على ارجائها، فرشتگان اطراف آسمان هستند، اطراف و در کنارها تماشا میکنن، فرشتگان هم در وحشتند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، حمل میکنن عرش پروردگار را بالای این آسمان ها در اون روز 8 تا از فرشتگان. الان 4 تا هستند، در اون روز وحشت زیاد میشه، 8 تا میشه. 8 عدد، معنی این عدد چیه؟ الله بهتر میدونه. بعضی مفسرین گفتن چیزهایی، مثلا عبدالله ابن عباس طوری که اشاره میکنه اینها 8 تا تیپ هستن، 8 تا گردان هستن، 8 مجموعه هستن که در میان هر یکی شاید هزاران و میلیون ها فرشته باشد. چنانچه تفسیر قرطبی نوشته قال ابن عباس 8 صفوف من الملائکه، 8 صف هستند که اینها حاملین عرش هستند. لا یعلم عددهم الا الله، عدد اونها را بغیر از الله نمیدونه. جای جای الله عزوجل یک سری اشارات میکنه از اون عالم که ما هنوز هیچ چی نمیدونیم، صفر هم نمیدونیم. خدا میدونه چه. الله عزوجل خلائقی داره، چه مظهر قدرتی داره و شاید اگر برای ما گفته بشه ما با این عقل کوچک نفهمیم یعنی چه. لذا الله می فرماید یومئذ تعرضون، اون روز که قیامت میشه، الله سختیش نجات بده. الله می فرماید اون روز شما همه عرضه میشید، همه آورده میشید به میدان محشر. لا تخفى منکم خافیه، مخفی نمیشه از شما هیچ کسی که هیچ مخفی شونده ای. خافیه مبالغه هست، مؤنث نیست، این تا مبالغه هست، برای تأنیث نیست. هیچ کسی، هر کسی تو دنیا، خیلی آدمای ماهری هستن، واقعا ماهرن، فرزن، دولت ها در مقابلشون عاجزه. خیلی از جنایتکاران هستن، هر چی دولت براشون میگرده پیدا نمیشن. 30 سال، 40 سال، 50 سال تحت تعقیب دولت نمیتونه پیداش بکنه. تو همون کشورم زندگی میکنه، چنان زندگی میکنه، ماهرانه تاکتیک بلد است که میتونه مخفی بشه. اما اونجا الله میفرماید همین واردترین کسی که مخفی میشه، لا تخفى منکم خافیه، هیچ کسی مخفی نمیشه، چون اونجا با عالم الغیب سر کار داری. لذا وقتی که قیامت برپا بشه انسان ها 2 گروه میشند. اول الله عزوجل بشارت میده، فاما من اوتی کتابه، اما اون انسانی که نامه اعمالش و صحیفه اعمالش به دست راست داده میشه. من اوتی کتابه بیمینه، کسی که نامه اعمالش به دست راست داده میشه. فیقول ها اقرؤوا کتابیا، اون اعلام میکند به همگان، میگه ای برادران، ای عزیزان، بیایید نامه مرا بخونید، ببینید نتیجه را، کارنامه مرا ببینید، لوح تقدیری که من دریافت کردم. خیلی از مردم هستند لوح تقدیر دریافت میکنند
جایزه میگیرن، خونه شو میری میبینی یک اتاق تمام ردیف الواح، لوح تقدیرهایی که از ادارات مختلف گرفته. بله باعث افتخاره، کار خوبی انجام داده. اونجا اون به همگان نشان میده که از من تقدیر شد، من قبول شدم، من موفق شدم، من نجات یافتم. خوشحال، مسروره. فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه، بیایید بخوانید اعمال نامه من را. انی ظننت انی ملاق حسابیه، میگه من همین گمان را به ربم داشتم، همین امید را داشتم با من همین طور حساب بکنه. نسبت به ربتون حسن ظن داشته باشید که انشاءالله الله گناهان شما را نادیده میگیره. این حسن ظن را داشته باشید. این انسان میگه انی ظننتو، من گمان میکردم، انی ملاق حسابیه، من با همین حساب خودم برخورد میکنم، مواجه میشم. لذا الله میفرماید فهو فی عیشة راضیه، این انسان در چنان عیشی خواهد بود، چنان زندگی خواهد داشت، راضیه که راضی است، راضی میشه. فی جنت عالیه، در اون بهشتی که عالی هست، جای بسیار بلند مرتبه، جایگاه و مکانت بسیار عظیمی دارد. قطوفها دانیه، الله می فرماید که میوهایش نزدیک، یعنی همه چیز برش فراهم، هر طرف ناز و نعمت. به این انسان چی گفته میشه؟ کلوا واشربوا، ای انسانهای پاک، ای انسانهای مؤمن، ای انسانهای صالح، کلوا واشربوا، بخورید بنوشید، هنیئا خوشگوار. چرا؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیه، به سبب آن کارهایی که شما در ایام گذشته در دنیا انجام میدادید. در دنیا چی انجام میدادید؟ کار نیک، نماز، روزه، صدقه، حسن خلق، برخورد حسنه، همه چیزت خوب بود. البته این را خدمت شما عرض بکنم، بار بار گفتم، بازم میگم که فراموش نشه، این سبب ظاهری هست. اعمال ما سبب ظاهریه که ما به بهشت میریم. سبب حقیقی چیه؟ فضلا من ربک. در جای جای الله فرموده که فضل پروردگار شامل حال شما میشه. اما سبب ظاهری همین 4 رکعت نماز، این طاعتی که میکنی، از الله فرمان میبری، گناه نمیکنی، خودت را حفاظت میکنی تو دنیا، حرام نمیخوری، این سبب ظاهری. الله میفرماید بما اسلفتم فی الایام الخالیه، به سبب آنکه شما انجام دادید در روزهای گذشته، یعنی در دنیا. این شرایط اصحاب الیمین بود. اما اصحاب الشمال، اون کسی که در دنیا خوب عمل نکرده، متاسفانه یا شرک کرده، یا کفر داشته، یا نفاق داشته، یا غیر الله پرستی و همه چیز پرستی داشته، یا اینکه اعمالش خراب بوده، همش در فساد، همش در ظلم، همش در بدبختی. و اما من اوتی کتابه بشماله، اما اون انسانی که نام اعمال به دست چپ داده میشه، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، این انسان میگه کاش کتاب من، کاش نامه اعمال من به من داده نمیشد، ولم ادر ما حسابیه، کاش من نمیدانستم حساب من چی میشه، کاش من هیچ خبر نمیشدم. خودش از خودش خجالت میکشه. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش همون مرگ، یا لیتها اشاره میکند به الموتة الاولا، مرگ اول که در دنیا اتفاق افتاد، همون مرگ را میگه. کاش همون مرگ کانت القاضیه، همون فیصله کن میشد، یعنی با همون مرگ فیصله میشد، میمردیم، دوباره زنده نمیشد.
الله می فرماید اونجا میگه ما اغنا عنی مالیه، خودش اعتراف میکند مال من برای من مفید واقع نشد، چون مال را خرج نکرده بود، مال را به فقیر و مستمند نداده بود. هلک عنی سلطانیه، اون تسلط من، اون قدرت من، اون پارتی و ریاست من از من رفت، از دستم رفت. الله می فرماید خذوه فغلوه، این انسان را بگیرید، فغلوه، این را قید بکنید، یعنی دست و پایش را ببندید. بعضی گفتند فغلوه یعنی طوق به گردنش بندازید. طوقایی دارن مجرمین، تو همین دنیا هم هست. کسی که واقعا جرم میکنه و حکم میخوره تو زندان میبره، اول گردن بندی، ازش عکسی هم میگیره، همین طوق هست، به عنوان یک مجرم تو پرونده ها ثبت میشه. اول اون طوق را به گردنش بندازید که این مجرمه، خدا از جرم اونجا نجات بده. خذوه فغلوه، طوق بیندازید به گردنش. ثم الجحیم صلوا، سپس اون را در جهنم داخل کنید. ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، سپس این را در زنجیری که طولش، ذرعها یعنی طولش 70 ذراع هست، فاسلکوه، داخل کنید و ببندید. ببین زنجیر، اولا چه نیازی به زنجیر است؟ اونجا کجا فرار میکنه؟ بعد چرا 70 ذراع؟ این نوعی توهین و تذلیلش هست. خدا میخواد خوب شخصیتش را خورد بکنن. اینجا دارای هر مقامی بوده، هر پستی داشته، هر ریاست و مقامی داشته. اونجا الله عزوجل در واقع اون را تو زنجیر میگن. بعضی دیدین در همین دنیا هم بعضی مجرمین را وقتی میخواند که خورد کنند و ذلیل بکنند، توقی هم به گردنشون میندازن، یه زنجیر به گردنشون از دستهاشون، پاهاشون، زنجیر خود. یک سرباز، 2 تا سرباز برش کافیه، ولی نه، میخواند که شخصیتش را خورد. بعضی کشورها عادت دارن تو قفس میارند، مثل حیوانی که تو قفس. اینا در واقع یک سری قوانینی برای خورد کردن انسان. الله اونجا انسان را اینطور به زنجیر میبنده. چرا؟ این گناهش چی بوده؟ حال گناهان را ببین. انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این انسان ایمان نداشت به الله، اون الله عظیم. ایمان منظور ایمانی که به دردش بخوره، و الا ما در مقدمه مسئله اله خواندیم اکثر مشرکین خدا را قبول دارن، اما اون ایمانی که واقعا نجات بده، خدا را هم قبول داشتن، در کنار خدا دیگران را هم قبول دارند، دیگران را هم پرستش میکنن، سجده میکنن. این ایمان به درد نمیخوره. ایمانی که همراه با توحید باشد، ایمان یعنی یکتا پرستی، این در دنیا نداشت. پس ببینید یک اصطلاحی قبلا برای شما خدمت شما عرض کردم که 2 چیز هستن سبب نجات ما میشن. یکی التعظیم لامر الله، دوم الشفقه علی الخلق، یعنی نسبت به دستورات الهی ما تعظیم داشته باشیم، احترام، هر چی میگه از عقاید، از اعمال، همه را انجام بدیم. این را به تعبیر دیگه میگن حقوق الله. دوم الشفقه علی الخلق، نسبت به خلق خدا، اما از انسان و حیوان و غیره ما شفقت داشته باشیم، حقوق اونها را هم به رسمیت بشناسیم. این 2 چیز هستند. این آقایی که به این حالت زار گرفتاره، هر دو را رعایت نکرده، نه تعظیم لامر الله داشته، نه شفقت علی الخلق داشته، نه در باب عباد خیری در وجودش بوده و نه در باب حقوق الله. لذا الله می فرماید انه کان لا یؤمن بالله العظیم، فساد عقیده، این ایمان نداشته به الله، آن الله عظیم و بزرگ.
ولا يحض على طعام المسكین. این شفقت علی الخلق است، فساد عمل و بر طعام مسکین دیگران را تحریک نمی کرده، تشویق نمی کرده، یعنی خودم انجام نمی داده، دیگران را هم نمی گذاشته. فلیس له اليوم هاهنا حمیم. این انسان مجرم امروز در این جهنم هیچ دوست صمیمی ندارد. ولا طعام الا من غسلین. و برای این انسان هیچ خوراکی نیست، هیچ غذایی وجود ندارد الا من غسلین، مگر از غسلین. غسلین میگویند بلا نسبت اون چرکی، اون آبی که از زخمهای مجرمین، از زخمهای بدنشون میریزه و یک جا جمع میشه، اونها رو میخورند. ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. اونها را نمیخورند مگر انسانهای خاطئ، انسانهای کافر و مشرک که زندگیشون با خطا و در زندگیشون همش اشتباهات است. فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. بعد از اینکه خدای عزوجل احوال هر دو گروه را بیان فرمود، هم اصحاب الیمین و هم اصحاب الشمال، هم جزای اونها را هم کیفر اینها را، حال الله عزوجل سوگند یاد می کند بر اینکه این کلام کلام حق است. یعنی ای بندگان این را باور کنید، به این اعتماد کنید، اعتقاد پیدا کنید، عمل کنید. الله عزوجل همیشه در آغاز سوره ها یا در پایان سوره ها تأکید می کند بر قرآن که اول باید خود قرآن را باور داشته باشی تا بعدا قرآن را بر قرآن عمل کنی. لذا الله می فرماید فلا اقسم بما تبصرون. سوگند به آنچه که می بینید و آنچه که نمی بینید. ما تبصرون و ما لا تبصرون. ما چه می بینیم؟ زمین رو می بینیم، آسمان را می بینیم، خورشید را می بینیم، ماه را می بینیم، ستاره را می بینیم. به اینها خدا قسم یاد کرده. و السما فرموده، و النجم فرموده، و الشمس فرموده، و الارض فرموده. به همه اینها خدا سوگند خورده. خیلی اصلا تو نمی بینی، عرش را نمی بینی، لوح را نمی بینی، کرسی را نمی بینی، فرشتگان را نمی بینی. لذا الله به همه میگه سوگند، به همه مخلوقات، یعنی همه اینها گواهند. فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. سوگند به آنچه که می بینید و نمی بینید. انه لقول رسول کریم. همانا این واسطه وحی، منظور اون کسی که واسطه وحی است و به پیغمبر میرساند، این قول رسول معززی هست، یعنی جبرئیل امین، و به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. یا اینکه مراد از رسول کریم خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است، اما این قول جبرئیل هست که به پیغمبر خدا عزوجل رسانده. چون که در سوره والشمس داریم که انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اون بخشش مربوط به جبرئیل است و ما صاحبكم بمجنون مربوط به رسول الله است. اینجا هم انه لقول رسول کریم واسطه وحی جبرئیل را میگه و ما هو بقول شاعر، اینجا رسول الله را میگه و ما هو بقول شاعر. این قول شاعر نیست، سخن شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون. اندک است آنچه که ایمان می آورید. کسانی که شما ایمان می آورند خیلی اندکند. ولا بقول کاهن. و همچنین این قول کاهن نیست. کاهن اونهایی را می گفتند که از طریق جنات خبر می گرفتند. گاهی به رسول الله شاعر می گفتند، گاهی کاهن می گفتند، گاهی مجنون، گاهی ساحر. خودشون سرگردان بودن، چه بگن. قول کاهن هم نیست. قلیلا ما تذکرون. بسیار کم پند میگیرید.
بعضی گفتن قلیلا به معنی عدیما، اصلا شما پند نمیگیرید، اصلا شما تذکر نمیگیرید. این پس چیه؟ قول شاعر نیست، قول کاهن نیست. تنزیل من رب العالمین، این کلام نازل شده از جانب رب العالمین. هیچ کسی نمیتونه بر علیه ما کلامی درست کنه. الله می فرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر بر ما درست کند، تقول یعنی حرف درست کردن، حرف پشت سر درست کردن را میگن. بعض الاقاویل، اگر بر ما درست کند سخنی، قولی، لأخذنا منه بالیمین، ما محکم او را میگیریم، یا ما مچ دست راستش را میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتین، سپس شاهرگش را قطع میکنیم. لأخذنا منه بالیمین را دو تفسیر کردن. یمین گاهی کنایه هست از قوت، یعنی خدا میفرماید ما با قوت او را میگیریم، چون دست راست معمولا قدرت بیشتری داره از دست چپ. و بعضی گفتن نه، یمین کنایه از اون است که یعنی دستش را میگیریم. یمین یا تفسیرش آخذ است، گیرنده، یا نه مأخوذ، کسی که گرفته شده. شاهرگش را میزنیم یعنی کسی که بر علیه ما به دروغ سخنی درست کند. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کسی از شما نیست که از عذاب خدا او را منع بکند، او را جلوگیری بکند. چون خدا اگر کسی افترا بر الله بگوید الله پروا ندارد. پس این کلام خود ساخته نیست. اگر خود ساخته می بود نتیجهش اون می شد. پس این چیه؟ و انه لتذکرة للمتقین، مستفیدین من القرآن. الله می فرماید همانا این قرآن پندی هست، اندرزی هست برای متقین. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، همانا ما میدانیم که بعضی از شما این قرآن را تکذیب میکنید. محرومین عن القرآن، اولین متقین مستفیدین من القرآن، اینا محرومین من القرآن. و انه لحسرة علی الکافرین، این قرآن یک روزی میاد که حسرتی بر کافرین میشه. کافرین حسرت میخورن کاش ما این قرآن را قبول میکردیم، کاش ما این را تو زندگی خودمون پیاده میکردیم. و انه لحق الیقین، الله میفرماید همانا این حق است و یقینی هست، قطعی هست، حقی هست که قطعا از جانب پروردگار است. پس شما وظیفتون چیه در مقابل این قرآن؟ پس به دستور قرآن گوش کن و توجه کن. اون چیه؟ فسبح باسم ربک العظیم. قرآن شما را به چی وادار میکند؟ به توحید. فسبح باسم ربک العظیم یعنی نام پروردگار را یا ذات پروردگار را، پاکیش را اعتقاد داشته باور کن و بر ورد زبان کن. خدا را پاک بدان از شریک، از همسر و همتا، از فرزند و پسر و دختر، از هر چی که مشرکان دنیا نسبت ناروا میدن به خدای عزوجل، خدا را از اونها پاک بدان. این که ما میگیم سبحان ربی العظیم خیلی فضیلت داره، به خاطر اینکه تو این توحید است، ولی با استحضار بگیم، با حضور قلب، با توجه به معنا. سبحان ربی العظیم معنیش اینه که رب عظیم من پاک است، شریک ندارد، اون یگانه هست، همسر ندارد، ولم یکن له کفوا احد، اولاد و فرزند ندارد، دختر و پسر ندارد، از هر عیب، از هر عجز، از هر نقص او پاک است. بالاترین توحید همینه، سبحان ربی العظیم است. پس از قرآن ای مومن همین درس را بگیر که چی؟ که
پاکی خدا را، تقدیس خدا را، تنزیه خدا را از هر شریک بدان. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا اله العالمین، این ماه مغفرت گناهان است، مغفرت و بخشش ذنوب است. اله العالمین پروردگارا انتظار داریم که در این ماه ما را از گناه شستشو بفرمایی. اله العالمین ما را از گناه پاک و صاف بگردان، ما را مورد مغفرت خودت قرار بده. مولا ما را جز اصحاب یمین قرار بده، ما را جز اصحاب شمال قرار نده، ما را جز این متقین که در این کلام زیبا با این صفات والا متصف است جز متقین قرار بده. ما را جز مجرمین قرار نده، جز اون انسان هایی که کم میارند، جز اون انسان هایی که حسرت میخورند، جز اون انسان هایی که واویلاست برایشون، از اونها ما را قرار نده. پروردگار بر ما لطف بفرما، بر ما احسان بفرما، فهم این کلام زیبا را و قدر این کلام زیبا را در دل ما جای بده و توفیق عمل بر تک تک آیاتش نصیب بگردان. صفات زیبایی که برای بندگان خوبت در این کلام بیان کردی به ما عنایت بفرما. ما را از رذائل، از شرک، از کفر، از بی‌تقوایی، پروردگارا از هوای نفس و خواهشات نفس، از هر آنچه که تو را ناراضی می کند ما را حفاظت بفرما. پروردگارا امروز زمان فساد است، از هر طرف گناهان عام است، از هر طرف مردم چه با مالشون چه با جانشون دچار فتنه هستند. ما را و برادران و خواهران مسلمان ما را حفاظت بفرما، از فتنه ها حفاظت بفرما، از مشکلات حفاظت بفرما، از فتنه های این دنیا و اون دنیا حفاظت بفرما. پروردگارا ربا بر ما حال ما لطف بفرما. پروردگارا مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات ما و همه مسلمان ها را حل بفرما، مشکلات اجتماعی را، مشکلات فردی را، شخصی را، همه نوع مشکلات را حل بفرما. مولا به همه ما دین کامل، ایمان کامل، دنیای صالح، رزق حلال نصیب بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما. و اله العالمین اونهایی که هنوز حیات دارن توفیق طاعت و بندگی و توفیق قدردانی از این عمر زیبا و از این فرصت طلایی عنایت بفرما. پروردگارا زندانیان وسیله آزادیشون فراهم بفرما، همه مشکل داران مشکلشون را حل بفرما. عاقبت ما را به خیر بگردان، ما را در این ماه رمضان از اهل توفیق بگردان، ما را محروم و شقی نگردان، ما را مشغول به قرآن بگردان، ما را مشغول به یاد خودت بگردان. پروردگار ما را بیشتر مشغول به خوابیدن و خوردن و نوشیدن نگردان. پروردگار ربا به ما فهم و درک صحیح عنایت بفرما که ما از اوقاتمون حد اکثر بهره را و حد اکثر استفاده خوب را ببریم. از ما راضی و خوشنود باش مولا و همیشه در طول زندگی به ما توفیق بده در مسیری که تو راضی هستی در اون مسیر زندگی بکنیم. خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.